بعدی آقای یوسف کور هستند از ترکمن‌های ایران، در حال حاضر در شهر برلین در آلمان زندگی می‌کنند. در زمان رژیم پهلوی 2 بار دستگیر شدند. در مجموع 16 ماه زندانی بودند. بعد از انقلاب در بنیانگذاری کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن و همچنین ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا این 2 نهاد به مدت 1 سال در شرایطی که بود عملاً حکومت دوگانه‌ای رو برقرار کرده بودند در ترکمن‌صحرا. ایشون اکنون از فعالان حقوق بشر ترکمن هستند. بفرمایید خواهش می‌کنم. خانم‌ها و آقایان، در ایران حدود 2 میلیون ترکمن زندگی میکنند. این آمار از جانب ترکمن ها به اصطلاح به عنوان حداقل گفته می شود. سرزمین آنها در ایران به عنوان ترکمن صحرا شناخته می شود، ولی به لحاظ تقسیم بندی اداری کشور در استانهای گلستان و خراسان شمالی تقسیم شدند. با همجور که اشاره شد، با انقلاب به مدت 1 سال در منطقه ما با حکومت دوگانه برقرار شد. از یک طرف ترکمن ها تحت نهادی به نام ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا در منطقه حکومت می‌کردند. از طرف دیگه حکومت تهران 4 تن از اداره کنندگان این نهاد به نام‌های شیر محمد توماش، تواق واحدی، عبدالحکیم مختومی و حسین جرجانی در شب 17 بهمن 1358 از طرف عوامل رژیم جمهوری اسلامی ربوده شدند. آنها در راه مذاکره با نمایندگان وزارت کشاورزی ربوده شدند که شهر گنبد کاملا در اشغال سپاه پاسداران بود و 8 روز بعد اجساد شکنجه شده آنها توسط چوپانی در جنگل استان خراسان شمالی یافت شد. عاملین این جنایت همانند سایر قتل‌های تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 از جانب حکومت معرفی نشدند. در حال حاضر که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 12مین نشست در جریان هست، نماینده حقوق بشر جمهوری اسلامی شرکت دارد. از نظر من لازم هست از ایشان این سوال در میان گذاشته شود که چرا این قاتلان معرفی نمی شوند، چرا دستگیر نمی شوند و چرا محاکمه نمی شوند. من با این مقدمه به موارد بعدی نقض حقوق بشر در رابطه با ترکمن و ترکمن‌صحرا ادامه میدم. در ایران بسیار معروف است که منطقه ترکمن‌صحرا به لحاظ حاصلخیزی سرزمینش همیشه از جانب حکومت مرکزی، هم رژیم پهلوی و هم جمهوری اسلامی، همچنان مورد توجه است، به این شکل که به اهالی غیر ترکمن و غیر بومی این زمین ها به اشکال مختلف داده می شود با توطئه‌های مختلف که بسیار گسترده است و ویژگی
جمهوری اسلامی در این رابطه کوچاندن زابلی ها از سیستان که شیعه مذهب هستند و استفاده از آنها در ارگان های انتظامی، امنیتی و اداری و نیز توزیع مواد مخدر در حد گسترده از یک طرف، از طرف دیگر ایجاد بنیادهایی چون بنیاد علوی و هم با تلاش‌های سپاه پاسداران به هر شکلی که ممکن هست اراضی مزروعی و غیر مزروعی ترکمن صحرا از دست ترکمن ها خارج و به دست غیر ترکمن ها سپرده می شود. از ارگان های دولتی گرفته تا افراد صاحب نفوذ و یا همین گروه قومی که اشاره کردم. یک به خاطر اینکه من حرفمو مستدل کرده باشم یا این ادعا را اشاره کوچیکی میکنم به اینکه الان ترکیب جمعیت در یه حدی هست و حمایت حاکمیت جمهوری اسلامی از اونها که در انتخابات مثل مجلس اونها 1/3 رأی میارن. در مرکز استان گلستان به نام شهر گرگان باز 2 تا نماینده که به اصطلاح جزء سهمیش هست اونا نفر 3 آوردن در آخرین انتخابات، ولی نماینده زابلی ها الان در مجلس است. غالبا نفر اول دومی ترکمن هست. شما اگر به سایت مجلس جمهوری اسلامی یا مجلس شورای اسلامی جمهوری مراجعه کنین، اونجا نماینده اون منطقه همون ترکمنی هست که انتخاب شده، ولی در عمل یک زابلی اونجا نشسته با حکمی که شورای نگهبان داده. من از ژاله خانم خواسته بودم که اینو فایلش رو باز کنن، اینجا به همه نشون دادن، ولی بسیار آسانه. شما میتونین راحت به مرکز پژوهش، به سایت مرکز پژوهش مجلس جمهوری اسلامی مراجعه کنین. اونجا میبینین اسمی که هست عبدالناصر ایزدی هست. ایشون ترکمن هستن، رأی دوم را آوردن، ولی یک حکمی هم صادر شده از جانب شورای نگهبان. یه شخص بعدی که زابلی هست، من اینو فقط به عنوان یک فکتی خواستم به اطلاع شما برسونم که سیاست جمهوری اسلامی، حاکمیت ارگان‌های بالاش در این حد هست. در این فاصله 30 سال گذشته در این تعداد تونستن بکوچونن، ولی علی رغم اونا رأی نمیارن، ولی با فرمان، با دستور از بیت با اصطلاح رهبری و غیر ذالک الان علی رغم اینکه در مجلس اعلام میشه که ایشون نیستن، فلان کس هستن، ولی نماینده زابلی ها نشسته. به هر حال من ادامه میدم در این رابطه. من فقط یک نکته هم اشاره کنم بسیار جالبه. من از بسیار از دوستای آشنایم بلوچم پرسیدم که این زابلی‌ها به لحاظ قومیت چجوریان، چه سابقه قومی چیزی دارن. اونا میگفتن که اینا به اصطلاح بلوچ‌های شیعه مذهب هستن. بسیاری ها اینو گفتن و به هر حال هم در رژیم قبلی و هم در رژیم فعلی استعداد خوبی در همکاری با رژیم در ابرای هر توطئه‌ای نشون دادند و در این حد فعلا موفق شدند و در شهر گرگان که مرکز استانه در طول این مدت تونستن جایگاه به اصطلاح کمیت قابل ملاحظه تشکیل بدن. مسئله بعدی مسئله تبعیض در امور دینی هست. ما ترکمن ها سنی حنفی مذهب هستیم. این از یک طرف، از طرف دیگر روحانیان ما زبان فارسی بلد نیستند. در نتیجه در شرایط جمهوری اسلامی که نقش روحانی در سطح بالا هست، باز ما به اصطلاح توده مردم ترکمن در مجموع در هر موردی که پیش بیاد از این به اصطلاح بخش جامعه، قشر جامعه نمیتونه هیچ استفاده بکنه در رابطه با به اصطلاح دادخواهیش یا هر بلایی که سرشون میانه.
و هرچند اوضاع در ایران بخصوص الان که به اصطلاح تحت محاصره اقتصادی و روز به روز هم گسترش پیدا میکنه، یه اوضاع بلبشو به اصطلاح ملوک طوایفی گونه پیش اومده. در یه همچین شرایطی اصطلاح دیگه مثل سابق همه فرمان‌ها از بالام نمیاد. همه این آزمندان، کسانی که دنبال یه فرصتی هستند بتونن یه چیزی بقاپن، از فرصت استفاده میکنن، به توطئه انواع اقسام توطئه میپردازن. من حالا یه جنبش هم یه به عنوان یک فکت یه اشاره بکنم. به هفته گذشته یه آخوند کاندید رئیس جمهوری شده از تهران و طرفات به نام حجت الاسلام خرازی. بعد ایشون تو منطقه ترکمن‌سرای که سنونشینی رفته، حالا به اصطلاح میخواد فعالیت انتخاباتی بکنه برای رأی جمع کنه اینا. بعد چه موضوعی فکر میکنین ممکنه ایشون مطرح بکنه برای ترکمن‌های سنی نشین؟ ایشون مطرح میکنن که این جمهوری ترکمنستان که اونور هست، این با توطئه روسیه تزاری از ایران جدا شده و شما با ما همکاری بکنین، ما بتونیم اون طرفو بیاریم دوباره به ایران وصل کنیم. و این جزء وظایف دینی مطرح میکنه که به اصطلاح در ایران و این حالا این موضوعاتی که به هیچ فرد ایرانی بخصوص ترکمن به دردش نمیخوره، چیزی جز به اصطلاح تجاوز به یک کشور دیگه در این مطرح نیست، در این حد قضیه. حالا شما خب این به اصطلاح نوع روحانیش و غیر روحانیش از این فرصت چه استفاده میکنه، میتونین حدس بزنین. در امور دینی باز مسئله تدریس و نمیدونم این به اصطلاح مدارسی که به اصطلاح امور طلبه و غیر ذالک آموزش میدن. ترکمن‌ها به عنوان سنی مذهب شیوه آموزش به اصطلاح مواد درسی آموزشی خاص خودش داشتن، ولی الان حکومت اومده برنامه داده، مجبور میکنه که باید طبق اون برنامه آموزش داده بشه. و در عرصه نامگذاری ترکمن حق نداره به فرزند خودش نامی که میخواد بذاره. این از مرکز به ادارجاتی که به اصطلاح ثبت احوال هست یه دفترچه یا لیستی دادن که طبق اون لیست باید نام گذاشته بشه. این همه فعالیت در دوره حکومت اصلاح طلبان ریاست جمهوری خاتمی قبول کردن که یک کمیته تشکیل بدن، ترکمن‌ها هم یه لیستی تهیه کنن و این کمیته این کار کرد، ولی بعد همجور خوابونده تا به امروز که از این قضیه 12 سال داره میگذره، همچنان هیچ حاضر نیستن که بگن که آره این لیست تهیه شده و جمهوری اسلامی اینو تایید بکنه و تا مردم بتونن به فرزندان خود نام که دلخواهشونو بگذارن. من فکر میکنم همه این فاکتا برای هر کس که اهل دقت هست در این رابطه نشون میده که ابعاد برخورد نیست به یه شهروند، به یه هموطن مثلا بشه. شکل برخورد حالت استعماری، هم نوع فرهنگی، هم نوع مثلا غیره اقتصادی، از همه جنبه ها برای یک گروه اتنیکی خاصی داره. این چیزی که در دوره استعمار اصطلاح قدیم یا کهن سنتی، نه استعمار امروزی، اینا شکل مدرن اعمال می شده. اینا من برای اینکه این جنبه رو بیشتر چون فکر می‌کنم بخش امور فرهنگی برای همه روشن هست که در ایران برای هیچ کدوم از گروه‌های اتنیکی ابتدایی ترین حقوق در نظر آموزش زبان فارس مادریشون و غیره داده نمیشه. اینا حتی در اون حدی که در قانون اساسیشون تاکید شده. ولی یه عرصه دیگه هست برای بخش غرب ترکمن‌سرای که ساحل ترکمن‌سرای مثل ساحل دریای خزر میشینه. اینا در تمام طول و تاریخ بخشی از مثلا معیشت زندگی، تامین زندگیشون از طریق ماهیگیری بوده. بعد هم به اصطلاح این هم جز یکی از عرصه‌هایی است که جز فلاکت بدبختی نصیب ترکمنان نمی‌کنه. به خصوص الان که شرایط اقتصادی بدتر شده، قبلا مثلا ماهیگیرای آزاد یا ماهیگیرای عادی که مثلا ماهیگیر می‌رفتن مثلا تا عمق فرض کن یک
کیلومتر یا 1.5 کیلومتر میرفتن الان مجبورن بیشتر برن تو اون و این با یک به اصطلاح طوفان کوچکی دچار حادثه میشن. ما هر ماه یه 3-4 نفری در این رابطه کشته داریم. از اون بدتر باز در این طوفان کوچک دچار راه گم کردن، چون تجهیزات ندارن به اون شکل میشن. بعد فرض کن مرز ترکمنستان اونور میره، مرزبانی اونا رو میزنن میکشن. هرچه اوضاع اقتصادی بدتر میشه، مسئله مواد مخدر، مسئله به اصطلاح قاچاق چیزای الکلی، مشروبات الکلی از اون طرف میاد. بخشی از چیزایی هست که خیلی رو میارن و خیلی هم تو این راه کشته میشن. خیلی جالبه، ترکمن‌ها آخوندهاشون سعی میکنن از امور اصطلاح اخروی و نمیدونم امور چیز بیشتر که مربوط به جنبه روحانیت داره اینا بپردازن، به امور به اصطلاح میگن دنیوی نمیپردازیم اینا. ولی اخیراً من یه خبری تو سایت ها دیدم که یه آخوندی حاضر شده به اعتراض بکنه که اینا که خطا میکنن و خب بگیرین ببرین اینا رو محاکمه بکنین، زندانی بکنین، نه تیراندازی و کشتن که برخورد انسانی و به اصطلاح چیز نیست. به هر حال من 1 دقیقه دیگه وقت دارم، با اجازهتون تبعیض در عرصه مثلا اشتغال یکی از مهمترین عرصه است که تحصیل کرده های ترکمن نمیتونن در منطقه خودشون به اشتغال مشغول شن. تمام مثلا سرمایه گذاری که از طرف مثلا غیر ترکمن ها صورت میگیره، از طرف مرکز بنیادهای مختلف، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن ترکمن ها را استخدام کنن. بعد یه چیز دیگه اصطلاح من در اینجا از این فرصت استفاده میکنم، حالا که به اصطلاح 22مین اجلاس شورای عالی حقوق بشر هست، از این نماینده جمهوری اسلامی پرسیده بشه که با یه هواپیمای یاکچل که 3 تن از نماینده های به اصطلاح مجلس ترکمن‌سرا هم در اون بودن، در یه گفتن تحت سانحه چی سقوط کرده اینه، ولی هیچ وقت حاضر نشدن که اون جعبه سیاهی که به اصطلاح اطلاعات میده رو به اطلاع عموم برسونن. گفته می شود که در قتل‌های زنجیری پرونده شد در زمان اصلاح طلبها، اینا اصرار داشتن مطرح بکنن، بعد اینا را به بهانه اینکه در شهر گرگان فرودگاه دایر شده و شما باید در چیز اون حضور داشته باشین در افتتاح اون، سوار هواپیما میکنن. یه هواپیمای استجاریه، هواپیمای ایران نیست. بعد به هر حال اون بلا سرشون اومده. به هر حال من خواستم از این فرصت استفاده کنم، این مسئله هم در میان بذارم. به عنوان 3 نقطه خواستم اشاره میکنم که از نظر من لازمه که جمهوری اسلامی حالا که نماینده‌اش فرستاده و ادعا داره پابند به حقوق بشر هست، بهش مطرح بشه در این جای. یکی این که پایان دادن به کلیه تبعیض‌ها و ستم‌هایی که علیه ترکمن‌ها و دیگران اعمال میشه به عنوان قومیت، و تحصیل به زبان مادری اونها، بعد آزادی زندانیانی که در دفاع از هویت ملی خودشون دستگیر شدن. خیلی ممنون از اینکه وقت کوتاه هست، من بیشتر نمیتونم صحبت کنم. تشکر میکنم از همه حضاری که در اینجا حضور دارن. خیلی ممنون.